اعضای تیم مهندسی جوان دانشگاه تکنیکی تاجیکستان در محفل ظریفان قانون تنظیم را به طنز گرفتند و برای مسخره قانون داوران امتیازشان را کم کرد. دسته مهندسی جوان با نشان اعتراض هنرنمایی خود را نخواستند ادامه بدهند و این چیز باعث جنجال لفظی شد. مقصد ما چی است که مبارزه امروزه جوانان در برابر پیشوای ملت که بر ضد من این چیزها مبارزه میبرند که یعنی که تا کی پنهانی همین کارها میکنند که این بینون و دیگر حتی نام صحنه‌چه ما یک بار جستی ملخک بود، یعنی که از قانون گریخته نمیشد. بحث بین دو دسته بعد اعلان نتیجه های آزمون سر زد و صحنه آزمون به صفحه های فیسبوک رفت. خواننده های عادی هم به این بحث همراه شده رهبری حکمان را به پاره‌خوری متهم کردند. استاد ببخشید ولی من قطعیش خیلی میخوام بحث کنم که استاد آیا شما میدونید که یعنی که متافора هست، ابراز هست، سیمبولیک است، سمبولیک است، بعضی چیزا با واسطه شرش هست، تقلید است و تنقید هست. یعنی که امروز وقتی که وای میگه که شما مثلا از چارچوبه قانون شما بر ضد قانون شما تنظیم و این چیزا وای میکنه که آخر یعنی که با دقت تماشا کردن در کار بود و عصبی شدن در کار نبود. دلیل اعضای حکمان این است که هنگام بهاگذاری به دسته ها رعایت نظامنامه محفل ظریفان هم به نظر گرفته می شود. قانون‌های ملی ما مورد عمل قرار میگیرد. قانون را پایداری وای را صحنه‌چه کردن ممکن است. صحنه‌چه هم باشد رعایت آن باید که باشد. رعایت آن از حد زیاد به درجه افراط سنجیده شده بود که البته قانونی تنظیم در چی است؟ در آن است که ما توانیم که به واسطه قانونی تنظیم هم آداب اخلاق جوانان هم تربیت کار روزگاری آنها را باید که به یک معیار معین باید گذاشته توانیم. در پی نارضایتی طرفداران دسته دانشگاه تکنیکی که به گفته شاهدان قریب بود تا زد و خورد می رسید، داوران تالاری آزمون را ترک کردند. بختیار رحمانیان رهبر دسته نوروز دانشگاه ملی است که رقیب مهندسی جوان بود. بحث ها را در صفحه های فیسبوک خوانده است. میگوید بهای نهایی را میتواند تماشابین تلویزیون دهد. من واقعا با کار آنها که پیشنهاد کردم بهای بلند میدهم، ولی چون دستگیرهای مخلصانم زیاد بود ما همین گونه احساس میکردیم که برنامه ما بهتر بود. در پی بحث و نفهمی های دسته مهندسی جوان و داوران تصمیم گرفته شد دیگر به چنین آزمون ها هنرمندان حرفه‌ای جلب نشوند. چیزی که از جانب خود دسته ناراضگی نبود، از جانب اونها ناراضگی بیان کرده شد که آنها بچه‌های ما را آماده کرده بودند و من فکر میکنم که من بعد برای آماده کردن دسته ها من فکر دارم که چنین تهیه‌گران را باید که ما استفاده نبریم و بچه‌ها با قوای خودشون توانند که برنامه خودشون را طراحی کنند. بحث و کشمکش ها باعث شد که ثبت این برنامه تلویزیونی ناتمام ماند. با وجود این دسته ناراضی مهندسی جوان حالا انتظار بی‌صبرانه پخش این آزمون از طریق تلویزیون است.